هویا اینه چی نوشته یه؟ ایش برای عبدالرزاق نوشته بوده با آن ایش برای باران نوشته هویا همیم جوان مردیه کارت چیه؟ نه کارتون چیه باران ده کارتون چیه عبدالرزاق ده هر دوشم بچه های خوبن و یا اکو دودر شدگیان و یه روز نه یه روز با اکو دودر میشن چی در بینی و یا شما سخنچینی میکنین آخی سخنچینی آخی فعلی آدمگری نیستی فعلی شیطانیه چی منو میدونم سخنچینی نکنین آخی وایه سخنچینی میکنن آخی بهده نگفتی که جنگ میانی دو کس چون آتش است سخنچینی بدبخت هیزم کش است وایه بارانم بچه که خوبه عبدالرزاق هم بچه که خوبه ایشان بابی میگم و ایشان بابی میگم و چو پشتی ایش میگیری و پشتی ویشه کاردار نشوی خوبه کاردار نشوی خودشان یه روز نه یه روز با اکو دادری میکنن با خوش رو میشه و خردشان بچه که با عقلن خودشان کاردار نشیشون عقلیات نتیشون خودشان بچه که با عقل نه و کی رو میگی اینکه دیگه نوشته نتونم که یک کس گوش کنه بفهمه ویا کارتون چیه بگو هر دوشان بچه که خوبن وای تام زیقی معلومه که سخت زیق شدگی یک تا نه ولی قریب که نیمی تاجیکستان زیق شده هر کی میشناختکشونه زیق شدیان ایرو بی ایش بدای باران ایش بدای عبدالرزاق تو برای کدومش زیقی خیلی زیق زردوف شدی برای کدومش ای بابی من نه در باران کار دارم نه در عبدالرزاق با چو زیق شدی اگنه من خودم یک قیامت پرابلم دارم بابی تو دیگه پرابلم داری من خیال کردم تام برای همین نویرکای مزیق شدی نه بابی من کار ندارم ویادم خیر تو انا گوزانه که پرابلمی خودت گوزان برای چی زیقی گوار جان این هفته باید چی گپ میشید بابی؟ این هفته آخی تویت میشه و توی آش میخوریم رقص میکنیم نمیشه و بابی چوه اینجا توی من کلیچی دیسا ای باشو باران عبدالرزاق گفته ایسا ویا انا این پرابلم های آخی چوه که توی نمیشه دی چی گفت شید بچه داماد گفت که بابی بیا گفت رو پیش ای توی یا ورزاب تماشا میبرم بسیار خوب مالی گفتو با بردگم ورزاب با رفتم بابی رفتم همی پیش یک باسن بردگم انا میخواه باسن کافه چندگی شوشتگی تاب تازه او تاب تازه اینا میخواه که یالا خس میکنه او با همی دلی من طاقت نگرفتک بابیو دادری او پریدم ایدری آب برآمدم وایسنی من نگاه کرده که گفت من تو رو نمیگیرم توی ادمینیت چوه او بازی کردن تو نیستیشی تا نیستم بابی چوه که من نمیگیرم گفت برای که وقت در آب پریدم برآمدم شکایت رای روم همه رفت دل خودمان کارگر انتخاب کردیم کارگر کی را کردیم صدقه نامی احترام شوی روز نیم روز شده که تو دیگه کی کار میکنی کی اکبت کار میکنی نمه دست در کار میزنی که با پیشانیم عرق کرد تشنگی دل سوختم و بیا به سرقنی کار که نخواه آدم همه خیلی شوخ وایه به قدر آدم میرسی آدم قدر میکنی نه که تم به قدری همه آدم برس آخی صدقی وی یا تو آمدی بیا اگر سویگی دم بگی ایجی بیوی من خیال کردم که حالی تو نی آمدی
آمدم خیلی آمدی و هیچ کار نکردی کو ها حالم هیچ کار نکردی کو ای بابی هر روز به السلام علیکم چو این روز دیر شید اینقدر و علیکم برسولم چو دیر کردی این روز آخه خب دیر کردی من خیال کردم که تو دیگه نمیایی یکا ای ما چیکار بابی من وقتی لاس کردم وعده کردم میام و یه همه کار رو مونده که هیچ خیلی شید ای چو در بابی میامدی نپرس کی خمام علمم زیادی بچه ها چی گفت خمام علم دارم کوینی گریک لوختی میام دیر میکنی تو شما غرغر میکنه که دیر میکنی دیر نشو گفته میونه بول کردم بنی جنگل ختی آمدم درست کردی خیلی راه کوتاه میشه ها بیمدی راه کوتاهی زد بالونی بیلی کن کفیده وای که همون بالونی بیلی که نه همه خوی کردم سوس کردم که دم کنم گفتم یا جای کفیدگی شد درست کردی که ای توی جنگل یا دختر پیدا شد دختر در روی جنگل خودم نسلیم نیست کی دختر خودش دختر آخه در روی جنگل این نیه کاش توقع پیدا شدم من گفت که چه کسی گفتم نمیبینی عدوشیه نمیبینی گفتم راحت کسم من قریبت نگفتم آخی اول دختر گشت گفت که میفورد عدوشی راحت کنی کی گفت دختر وای چرا گفت او دخترم نه که دختر بوده دختر همه قمشی بوبی در روی جنگل خودش توقع خوش توقع ببین کدام تورده بودی کجا بالونی ویلی کفی اینا اون احمد طرفی شما روی جنگل درومدن ده اینتیمه یک گردش میشه گردش نه در همشه کو سری دره ده بعدی خوروی مرغلون انا همونجا ویلی که مکفید بالونش ای کدام روش اومد ای این روش اومده که اینا علی چپ نه علی راست اومد درسته که ساعتی چند بود سحری روز کار دارم بسه بدم وای همون تو هر روز میگذشته باشه من کی جو میدونم من همین روز دیدم همون دختره بپرسیدش نه اخی من گفت من گوش کو خی او آمد او دختر میبینی تو گفته که چیکار کرده سی تا قهری بعد تو گفته سی نمیبینی راحت کدام سام هم خیلی گفتم راحت بابای چی گفت بابا گفت که میفورد عدوشی راحت کنی خیلی گفت بعد تو چی گفتی گفتم بالا میخوام هموخی بابای چی گفت با اتیارکن ایدستم کشید گرفته زد ای بالونشان کفان انا گفت که عدوشی راحت کن